چند تا نکته میخوام در رابطه با کاهش مصرف انرژی کولر گازی و داکت اسپلیت بهتون بگم. اول اینکه سرویس های منظم و دوره‌ای فیلترهای داخلی و موتور بیرونی، شستن یونیت بیرونی میتونه تو کاهش مصرف انرژی خیلی تاثیر داشته باشه. دوم اینکه انتخاب دمای درست بین 22 تا 25 درجه بهترین دمای استفاده از کولر گازی و داکت اسپلیته. سوم اینه که تا حد امکان از هدر رفت سرما و هوای خنک توسط پنجره ها و در و درز هایی که وجود داره جلوگیری بکنین. چهارم اینکه حدالامکان در محل درست دستگاه را نصب بکنین. نصب صحیح و مکان نصب کولر گازی و داکت اسپلیت میتونه خیلی تاثیر داشته باشه توی مصرف انرژی. سایه بودن موتور بیرونی خیلی میتونه تاثیر داشته باشه و در آخر زمان خریدتون میتونین از دستگاه اینورتر یا گرید انرژیش رو توجه داشته باشین که گرید انرژیش A و A+ باشه. یه نکته، کولر گازی هایی که آ3 مثبت هستن همشون تقلبی هستن، به این نکته هم خیلی توجه کنید.